من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم. شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. چو این نامورنامه آمد به بن، ز من روی کشور شود پرسخن. از آن پس دمیدم که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد پش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. با درود و مهر عرض ارادت خدمت شما بینندگان عزیز به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. برنامه به مناسبت روز بزرگداشت حکیم طوس فردوسی بزرگ و روز پاسداشت زبان پارسی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. دو میهمان بسیار عزیز و ارجمند دعوت برنامه خودشون رو پذیرفتند. بانوی ارجمند دکتر فریال آذری که دانش آموخته رشته فرهنگ و زبانهای باستانی هستند، منتقد و پژوهشگر تئاتر و نمایشنامه‌نویس. خیلی خیلی خوش آمدید. و همینطور برادر بسیار خوب و عزیزم جناب آقای صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر، آهنگساز نازنینی که با موسیقی سریال تفنگ سرپر شما ایشون رو بیشتر میشناسید و نمایش شیخ صنعا به کارگردانی آقای شمسایی بانوی خیال و همینطور نمایش بیژن و منیژه به کارگردانی دوست مشترکمون آقای شکر خدا گودرزی که کارهای بسیار خوبی دارن و در ارتباط با فردوسی یک آلبوم بسیار خوبی دارند بر اساس اشعار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به نام خشت و خاک با صدای جناب آقای علیرضا قربانی که به مناسبت هزاره فردوسی در واقع تقدیم شده. با کارهای هر دو بزرگوار بیشتر آشنا میشیم. سلام عرض می‌کنم خانم، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. سلام. منم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و برای بینندگانمون هم مفید واقع بشه ان شاء الله. جناب آقای چراغی نازنین خوش آمدید. درود بر شما جناب سجادی و همچنین درود بر بینندگان این برنامه. امیدوارم که اوقاتی که در خدمت شما هستیم و در خدمت بینندگان اوقات خوب و مفیدی باشه. خیلی متشکرم. خانم آذری، شما به عنوان در واقع دانش آموخته رشته فرهنگ و زبانهای باستانی که به نوعی اسطوره‌شناس هم هستید و منتقد بر مبنای کهن الگوها به خیلی از اتفاقاتی که داره میفته، وقتی به آثار حضرت فردوسی نگاه میکنید چه برداشتی دارید؟ آیا اون اتفاقی که و یا برداشتی که امروز داره از آثار در واقع فردوسی میشه خصوصا در حوزه موسیقی چقدر برگرفته از خود فردوسی؟ آیا ما داریم مستنداتی در خود شاهنامه در این باره؟
در مورد خود موسیقی بله. مستندات داشته. حالا چون بحث ما امروز در مورد موسیقی هست، ببینید 3 تا هیته میشه در موردش حرف زد، در هیته موسیقی و شاهنامه. بله. یکی این که خب اگر بخوایم تو هیته موسیقی و ادبیات حرف بزنیم باید ببریم روی اوزان شعری و کار کردی که از فعولن فعل به عنوان یک وزن حماسی و برای خیلی سرایش سخت برای آهنگسازا خیلی سخت، بله، برای سرایش شاهنامه استفاده بله. شده. و یک بحث دیگر اینه که شاید اگر بخوایم باز نزدیکتر بشیم، کلماتیه که فردوسی استفاده میکنه و در مورد موسیقی و سازها استفاده میکنه. البته خود کلمه موسیقی در شاهنامه هیچ وقت نیومده، ولی تحت عنوان خونیا اومده. بله. و در مورد سازها اومده، سازهای مختلف توی اشعار فردوسی استفاده شده. مثلا چه سازهایی؟ بربط، چنگ، تنبور. بله. قصه داستان بهرام گور، بله. فکر میکنم که یکی از مهمترین بخش هاییه که شما میتونید در مورد داستان باربد و نکیسا و سنت گوسانی حرف بزنید. ولی من فکر میکنم اگر ما بخوایم در مورد شاهنامه و موسیقی حرف بزنیم باید در مورد شاهنامه و گوسان ها حرف بزنیم. خب اتفاقا میخواستم چون اشاره کردید در مورد اون صحبت خواهیم کرد. من جناب آقای چراغی رو خواهش کنم که آغاز سخنی داشته باشن. شما خب یک آلبوم شاخص خشت و خاک رو با در واقع جناب آقای علیرضا قربانی داشتید که اصلا چطور شد گره خوردید به اون و البته کار اخیرتون که در مورد اونم سخن خواهیم گفت که قرار هست که رونمایی بشه. درود بر شما. البته من اگر اجازه بدید یه اصلاحی کنم، از خشت و خاک. از خشت و خاک. بله. من چی گفتم؟ خشت و خاک. خشت و عذرخواهی می‌کنم از خشت و خاک. متشکرم. چقدر هم متفاوته خشت و خاک تا از خشت و خاک. بله. دیگه خیلی ممنون که من اصلاح کردم. شما ادیب هستید و میدونید که این واژه بله. عرضم به حضور شما که من به یاد دارم که ما دهه 70 با دوستان روشنفکر و اینها میشستیم راجع به مباحث روشنفکری صحبت میکردیم. راجع به این که چقدر ما خب در کلام و در سخن برای فردوسی احترام قائلیم، ولی اینکه چقدر ما اینها رو به کار میگیریم. چون الان من چون در زمینه موسیقی نواحی کار میکنم همین مشکل رو با موسیقی نواحی هم دارم. بله. ما میبینیم که چه کارگزاران و مسئولان و حتی چه هنرمندان وقتی به موسیقی اقوام، موسیقی نواحی، موسیقی با احترام سخن میگن، ولی وقتی هر کدوم میرن سر کار خودشون این رو انگار یه موسیقی دست دومی میگن. پرداخت‌ها احترام‌آمیز نیست. آفرین. یعنی حتی کارگزاران هم میان مثلا راجع موسیقی نواحی خوب صحبت میکنن، ولی میرن یه دفعه میبینی بودجه و همه چیز اختصاص داره به یک چیزی. مثلا من به یاد دارم در زمینه همین موسیقی سریال تفنگ سرپر بله. یه مقاومتایی وجود داشت که آیا با این سازها میخوای یه تیتراژ رو ببندی یا من در همون آلبوم از خشت و خاک یک تصنیف حماسی داشتیم، همون تصنیف ایران که آقای علیرضا قربانی خوند. دوستانی که در ارشاد بودن گفتن خب این تصنیف حماسی رو ساختی، این خیلی خوبه با یه ارکستری که سازهای غربی، بعد تصورم اینه ترومپت و نمیدونم این سازهای باشن و یک حال هوای حماسی بده. ولی من پافشاری این بود که بابا دوباره همون مسئله داره پیش میاد. ما یعنی با احترام از سازها یاد میکنیم، ولی موقعی که میخوایم یه چیز جدی بسازیم اینا رو میذاریم کنار، میگیم حالا بیایم اینجا این کار رو انجام بدیم. مباحث ما هم در دهه 70 این بود، میگفتیم خب ما برای فردوسی خیلی با احترام سخن میگیم، ولی چقدر اینو به کار میگیریم توی کارامون. و همونجا این پرسش‌ها در من جرقه زد که جدا از این که به دیگران اشکال بگیرم، آخه ما یه عادتی هم ایرانی‌ها داریم، قرض زیاد میزنیم ولی اهل کار و عمل ممکنه نباشیم. حالا برداشت من اینه، ممکنه واقعا اینجوری نباشه. و من گفتم که به جای که این دفعه قرض بزنم بشینم فکر کنم که چی کار میشه کرد در این زمینه. خب کار من موسیقی ایرانیه، در زمینه موسیقی ایرانی چه گامی میشه برداشت؟ فرض کن که اصلا کوتاهی شده، فرض کن که همه اینها هست، ولی تو سهم خودتو میخوای چگونه ادا کنی؟ و این شد که من موسیقی هایی در دهه 70 کار کردم که سرنوشت چنین بود که سال 84 این به دست دوستداران برسه و خوشبختانه با هم قطعی از خشت و خاک رو بشنویم با صدای دلنشین دوست نازنینمون جناب آقای علیرضا قربانی. که ایران چو باغیست خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر
افگنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راه، نگر تا تو دیوار اون افگنی، دل و پشت ایرانیان اشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، تو گفتی به تیر اندر آمد بهار، همه سر به سر دست نیکی بری، جهان جهان را به بد نسپری، نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ایران بود بوم ایران زمین، دریغ است ایران که ویران شود، کدام پلنگان و شیران شود، دریغ است ایران که ویران شود. درود بر شما. با ادای احترام به سخن پرداز نامی ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی در برنامه دستان در خدمت شما هستیم و دو میهمان ارجمند، خانم دکتر فریال آذری و جناب آقای صادق چراغی آهنگساز و پژوهشگر. خانم آذری، با توجه به رشته شما رسیدیم به نگاهتون به شاهنامه و اینکه رسیدین فرمودین که ما خونیار رو زیاد داشتیم، این واژه رو زیاد در شاهنامه داشتیم، اما به گوسانها و فردوسی اشاره کردید که اگر قرار هست ما منشأی موسیقایی پیدا کنیم به گوسانها باید اشاره کنیم. خواهش می‌کنم که شما اصلا در این ارتباط با ما سخن بگید، تعریفی از گوسانها داشته باشید و الان میراثدارانشون چه کسانی هستند. باشه چشم. یه مطلبی رو من یه خورده تاریخی بگم، بله، بعد وارد این قصه بشیم. اقوام آریا دو دستن. خب آریاهای یک جانشین و آریاهای کوچنده. به آریاهای یک جانشین سه تا قوم بزرگش رو میشناسیم، ماد و پارس و پارت، و آریاهای کوچنده رو بهشون میگیم سکاها که 4 تا قوم بزرگ دارن. خب بله. شاید معروف ترین سکایی که میشناسیم سکای تیگرخعوده یا خودتیزه که توی نقاشی ها و حجاری های تخت جمشید هست، داره پیشکش میبره به شاه پارسی و یک کلاه خود تیز این شکلی هم رو سرش. و یک سکای خیلی مهم دیگری که شاید بشناسیم سکای آنسوی روده. سکای آنسوی رود رو به این دلیل میگم مهمه چون بعداً توی اسطوره‌هاش تحت عنوان تورانی ها ممکنه باهاشون آشنا بشید. با بخشی از اونها. سکاها اقوام کوچندن و یک جانشین هیچ وقت نبودن، ولی اینها یک کار خیلی 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 مهم در طول تاریخ کردن. اینا حاملان فرهنگ ایرانن. چه جالب. یعنی چی؟ یعنی همینجوری که با خودشون شهر به شهر، کشور به کشور، حتی سفیر فرهنگی ما بود. دقیقاً کوچ می‌کردن، فرهنگ ما رو با خودشون می‌بردن. یکی از سنت‌های سکایی که خیلی مهمه سنت گوسانیه. گوسانی به معنی یک کلمه پارتیه. پارتی یعنی پهلوی اشکانی. توی فارسی دوره میانه هر زبان کهنی 3 تا دوره میگذرونه: دوره باستان، دوره میانه و دوره نو. تو دوره میانه فارسی 2 تا شاخه زبانی خیلی مهم برای فارسی هست: پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی. بله. که پهلوی اشکانی میگیم پارتی. تو کلمه گوسانی، گوسان یک کلمه پارتیه به معنی نوازنده و گاهی اوقات در معنی شاعر نوازنده به کار میرفته. کنیاگر، در واقع همون معنی کنیاگر. بله. اینها کسانی بودند که هم مینواختند هم میخواندند. بله. به شکل همزمان. بله. و چه چیزی را میخواندند و چه چیزی را مینواختند؟ سازهای ایرانی را مینواختند
و اسطوره ها، افسانه ها و قصه های ایرانی رو میخوندن تو قالب بیان شعری. وقتی که اینها شروع کردن این کار رو کردن، قصه های ما شهر به شهر چرخید و جمع‌آوری شد. خب یعنی یکی از اون بخش های نقل سینه به سینه که یک سنت ایرانی بود، برای اینکه یک داستان، یک افسانه، یک اسطوره حفظ بشود، به واسطه گوسان ها این اتفاق افتاد. اگر اینها نبودند ما هیچ کدوم از این قصه ها رو نداشتیم که شاهنامه داشته باشیم مثلا. بنابراین شاهنامه وامدار اونهاست و خداینامه هایی که در دوره پهلوی ساسانی نوشته شده به خصوص و فردوسی ازش استفاده کرده، وامدار این سنت گوسانیه. بنابراین من فکر میکنم اون چیزی که پیش از هر چیزی توی به عنوان زیربنای شاهنامه قرار میگیره خود موسیقیه. یعنی اگر اون موسیقی و اون سنت خواندن نبود، اگر اون سنت نواختن نبود، چه بسا که ما شاهنامه رو یا نداشتیم یا شاید مثل شاهنامه ابو منصوری درسته که الان خب به شکل ناقص دست ما بود. نه ممکنه به شکل ناقص هم نمیرسید ولی به شکل نثر به دست اون میرسید. کارکردش آهنگین و وزینش رو از دست میداد. حفظ نظمه. بنابراین اگر ما الان این رو داریم به خاطر اینه که یک زمانی اینها همش به صورت آهنگین و وزندار، حالا با وزن شعری ایران پیش از اسلام ولی سروده شده و به اون شکل به دست فردوسی رسیده و فردوسی من فکر میکنم رو شانه های اینها وایستاده و تونسته یک اثر بی‌بدیل، یعنی این ادعای من نیست، یک چیزی که در همه جهان بهش اذعان دارن که حماسی ترین اثر دنیاست و هیچ کدام از اشعار حماسی دنیا به پای شاهنامه فردوسی نمیرسه. در ادامه و جسارتاً در تکمیل فرمان شما یا در تصدیقش بهتره بگم که ما اون چیزی که الان برای ما ملموسه در اختیار ماست راجع به مثلا شعر نیمایی، ما میگیم نیما در واقع شعر نیمایی رو، پیش از او کسانی بودند که در واقع تجربه های شعر نیمایی رو داشتن ولی به نام نیما تموم شد. قدر مسلم فردوسی هم وامدار پیشینیان خودش بوده و تونسته به شکل زیبا این رو ارائه بکنه. آقا شما اثر جدیدتون به نام ایران ویج قرار هست که منتشر بشه. من اینجا دیدم که شما مشاوران خیلی خوبی هم توی این حوزه دارید، از جمله خانم دکتر که مشاور شما بودن. راجع به این آلبوم میشه توضیح بدید که قرار رونمایی بشه؟ بله. خب فردوسی یکی از قضایایی بودی که از ادبیات کهن ماست که ما برای خوانش درست اون واقعا خب من میدونستم که مشکل دارم و در اثر پیشین من هم که راجع به فردوسی بود خب یک سری اشتباهات بود و بعد از اینکه خب الان 20 سال از اون اثر گذشته، وقتی که میخواستم این کار رو انجام بدم این نیاز رو دیدم که چیزی که نمیدونم رو بپرسم و خوشبختانه خانم دکتر آذری بودن و این آگاهی شماست. بله یاری دادن ما رو که اشتباهی نداشته باشیم و حتی به برداشت‌های درست‌تر هم سعی کنیم برسیم، چون یه بخشی موسیقی بود یه بخشی ادبیات، ولی بخش ادبیات من حتما به یاری دیگران نیاز داشتم. خب من میخوام که از ایران ویج قطعی بشنویم، برگردیم در خدمتون باشیم با ادامه گفتگو و همینطور بخشای دیگری رو انشالله تقدیم حضور بیننده. سپیده چو از خو سر بردمید، شدان دامن تیر شب ناپدید، چو خورشید تیغ از میان برکشید، شب تیر گشت از جهان ناپدید، همه بوم ایران، همه بوم ایران سراسر بگشت، به آباد و ویرانی اندر گذشت، همه بوم ایران. برآمد یکی باد با آفرین، هوا گشت خندان به روی
روی زمین، پر از غلغل و رد شد کوسار، زمین شد پر از رنگ و بوی نگار. همه بوم ایران. جهان چون عروسی رسیده جوان، پر از چشمه و باغ و آب روان، چو بان و چو کافور و چون مشک ناب، چو عود و چو عنبر چو روشن گلاب. بنفشه گل و نرگس و ارغوان، سمن شاخ و سنبل به دیگر کران، بسازید که امروز روز نو است، بسازید که امروز روز نو است. زمین سر به سر گنج کیخسرو است، سخنهای رستم به نایاب رود، بگفتند بر پهلوانی سرود. ز گفتار و کردار و از آفرین، که خوانند بر تو به ایران، به ایران، به ایران زمین. بهشت اسناب، همه جای شادی و آرام و کام. تو را جاودان باد یزدان پناه، به کام تو گرد داد خورشید و ماه. همه بوم ایران. بله، صدایی شنیدیم از شهری که تنین صدای خاکش در تار و پود آواز در واقع هنرمندان جاری هست. در همون جغرافیایی که ایرج بسطامی رو تحویل جامعه داد، در واقع میشه گفتش که بزرگانی مثل داریوش رفیع، کوروش سرهنگزاده و آقای بهزاد بهزادپور و همینطور دوست نازنین ما کاوه یوسف زاده که الان صدای فرمرش رو شنیدیم، بهش خداقوت میگیم. انشالله آینده خوشی داشته باشن مثل پیشینیان خودشون. خب آقای صادق چراغی نازنین، البته در مورد اسم ایرانویژ از خانم دکتر خواهم پرسید که این اسم رو ایشون انتخاب کردن، اسم بسیار زیبایی هم است. آقا همونطور که خانم دکتر فرمودن، و وزن به اصطلاح شاهنامه وزن بسیار سختیه برای آهنگسازها. شاید در آواز بشه این رو در آورد با ترفندهایی که حالا برخی از خواننده ها در واقع ریشهشون در موسیقی مقامی هم هست، این رو بهتر اجرا میکنن. چطور که ما شاهنامه خوانیم سرفصل خیلی از اقوام ما مثل بختیاری‌های نازنینمون هست که شما اینجا یه بختیاری نازنین رو هم به عنوان گوینده دارید که به موقع بهشون میپردازیم. اصلا این سازبندی چطور شکل گرفت؟ من دیدم که سازهای کوبه‌ای نقش پررنگی دارن. بله.
هم سازهای کوبه‌ای هم سازهای موسیقی اقوام. توضیح بدید بیشتر. بله. قصه اینه که خب من توی هم کار پیشین هم توی این کار یه چالشی با سازبندی داشتم اتفاقا. خب ما سازهای ایرانی رو داریم، ولی من سازهای موسیقی دستگاهی رو سازهای متأخر و جدیدتری می‌دونستم. حالا تصور و برداشت منه، حالا ممکنه ایرادی هم بهش وارد باشه، ولی من سازهای اقوام رو در دیدگاه خودم از جنس کهنه‌تری میدونستم و وقتی که شاهنامه میخوندم همه سوالم این بود که اینها به هم نزدیکتره، اینها مانوستره و بنابراین از همون آغاز شرط خودم با خودم این بود که اشعار فردوسی رو توأم کنم با بودن سازهای موسیقی اقوام. در کار پیشین اینجوری بود که من گفتم که برای اینکه این چالش رو به تن بپذیرم سازهای دستگاهی رو حذف کردم، با اینکه میخواستم از گروه سازهای ایرانی بهره بگیرم. سازهای موسیقی دستگاهی رو حذف کردم، به اصطلاح سازهایی که بیشتر به موسیقی شهری نزدیکترن و در همون کار از خشت و خاک ما سازهای دهاتی رو داشتیم، یعنی حتی اون تصنیف حماسی هم با سازهای سرنا، با تنبور، با بالبان، با سازهای و کوبه‌ای موسیقی اقوام و دوتار همراه شد. در این کار هم این تجربه رو دوباره ادامه دادم، یعنی همچنان پیش خودم تصورم این بود که این ماجرا بهتر صدا میده و خیلی آهنگین‌تره و خیلی همگن‌تره همه چیز و این بود که ما در اینجا در این آلبوم خب نوای قرنه مازندران رو داریم، دونلی بلوچستان رو داریم، در کنار دوتار خراسان، در کنار تنبور کردستان و همون سازهایی که من بهشون باور دارم که ما بایستی به جایی که فقط با احترام راجع به اینو صحبت کنیم اینها رو کاراتر بیاریم توی کارمون. احترام واقعی وقتیه که ما اینها رو کاربریش رو بیشتر کنیم، هم خودمون اینو بشناسیم بیشتر، همین که به مردم اینو بشناسانیم و این که تأکید ما این باشه که به اصطلاح این سازها قرار نیست دست دوم باشن. خونیای اقوام قرار نیست یک موسیقی دست دوم باشه. اگر قرار ما بهش این که شما دارید روی شاهنامه فردوسی کار میکنید. آفرین دیگه، خود اصالت. ببین من شما به عنوان در واقع آهنگساز نوازنده دونلی قرنه ای ما میگیم، قرنه مازندرانه. قرنه مازندران کرنا و نی نواختید، آقای یوسف زاده آوازشو خوندن، گویندگان خوبی داشتید مثل سرکار خانم دکتر فدیال آذری، استاد نصرالله مدقالچی که براش آرزوی سلامتی میکنیم، کیخسرو دهقانی نازنین، شاهنامه خان خوب و پرشور که ان شاءالله در برنامه در خدمتشون خواهی بود، آرش احمدی نسب ستار زدن، آقای سعید اشتری ساغرچی رباب، مجتبی روزبه دوتار، ادریس رضایی تنبور و دو برادر هنرمند مرتضی و مجید یگانه راد هم سازهای کوبه‌ای نواختن و همینطور خانم سوگند عباسی. اما خانم دکتر این اسم چطور انتخاب شد؟ من فکر میکنم که فردوسی همه عمرش رو برای ایران گذاشت و وقتی یه آلبوم از فردوسی قرار شد بیاد بیرون من معتقد بودم که بیش از این که اسم خود فردوسی یا یک بخشی از یک بیت از شعر فردوسی انتخاب بشه به عنوان اسم آلبوم، خوبه که اسم خود ایران براش انتخاب بشه. توی اسطوره ها ما سرزمین ها به 7 اقلیم تقسیم می شد و مهمترین اقلیم خونیرسه. خب 6 تای دیگه ارزه، سوه، ویددفشه، وردفشه، وروجرشنه و وروبرشنه. خب تو خونیرس که در مرکزیت قرار داشت و اینها اینطوری به صورت 6 تا فکر کنی حالت جزیره‌ای دورش رو می‌گرفتن، وسط خونیرس یه سرزمینیه به اسم ایران ویج، ایریا و ایجا که این ایران در واقع همینجاست و طبق اوستا این بهترین بخش عالمه و مرکز هستیه. ببینید انسان باستانی که نمیتونسته اصلا غیر از مرکز هستی زندگی کنه. خب بنابراین میاد و مرکز هستی رو ایران ویج میبینه. وقتی که شما در این مورد این شکلی فکر بکنید میبینید فردوسی تمام تلاشش
برای نگه داشتن این افسانه ها، این اسطوره ها و این فرهنگ ایرانیه که از این خاستگاه میاد. بنابراین من تصمیم گرفتم که این خاستگاه رو انتخاب کنم برای اسم آلبوم. واقعا باید بهتون تبریک گفت. با این وسواس، بهتر بگم این حساسیتی که به در واقع رعایت اصالت ها داشتی، همین کلمات دونه دونه انتخاب میشه، آدم لذت میبره از این نگاه و این درایتی که وجود داره. تبریک میگم به شما و به جامعه موسیقی که قرار هست یک مجموعه خوب و با ارزش و سنجیده شده ای اضافه بشه. بریم به اتاق فرمان ببینیم که چه تحفه‌ای دوستان برای ما در نظر گرفتن. برگردیم در خدمت دو میهمان عزیز و گرانقدر باشیم. من ایرانیم، ریشه ایرانی دارم و برای ایران دلم میتپه. سختمه که بخوام یه کار فرنگی رو کار بکنم. من کار فرنگی رو میشناسم، کپی کردم بارها و بارها برای اینکه فقط تکنیکش رو یاد بگیرم. در هنرستان با آقای غلامحسین نامی نقاشی کردم، شاگرد آقای الخاص بودم، شاگرد آقای محسن وزیری بودم، با آیدین آقداشلو کار کردم. آقای فرشیان رو هم از نزدیک باشون آشنا هستم و همیشه تحسین میکنم. کارهاشون رو باید دید، باید آموخت، باید به کار گرفت و چنین کردم. ولی اگر بخوای مهمتر بشی باید فردوسی بشی. در شاهنامه که شکیبا کار کرده چند عامل تازه به چشم میخوره که یک نقطه عطفی است در نگارگری شاهنامه. یکی این که رستم به عنوان یک انسان قد و قواره طبیعی داره و چهرش حالاتی از شادی، خشم، مهربانی یا ترس نمایانگر هست و این خیلی اهمیت داره که هم ما از اون حالت کلیشه‌ای مینیاتور دریم بیرون و قهرمان ما ملموس باشه به عنوان یک انسان که دور بر ما و در چهرش حالات انسانی منعکس شده باشه. تا حالا در مینیاتورها نتوانسته بودن یا نخواسته بودن این حالت انعکاس بدن و این نخستین بار هست که شکیبا توانسته یک انسان ایرانی دارای مشخصات نژادی ما رو در هیئت انسانی و با حالات و عواطف مردمی نشان بده. بعد از شناخت تاریخ و نشان دادن تاریخ دور ایران، قدرت و جرأتی رو پیدا کردم که شاهنامه رو نقاشی کنم بلافاصله. یعنی همون کاری که فردوسی میکنه. فردوسی مطالعه میکنه، تاریخ رو میفهمه، بعد شاهنامه رو شروع میکنه. من هم تاریخ رو ورق میزنم، مطالعه میکنم، نقاشی میکنم، بعد جرأت پیدا میکنم که بیام شاهنامه رو با دید خودم کار بکنم. ما تنها تصویری که از کوروش داریم در پاسارگاد همین تصویره، یعنی همین نقش برجسته است که من ازش بهره بردم و استفاده کردم و تونستم این اثر رو خلق کنم، به اضافه تغییراتی که با این شیر و این گلهای نیلوفر آبی دارم که چقدر مفهوم و معنا میتونه داشته باشه. من در اینجا خط میخی رو قرار دادم که اسم کوروش بزرگ رو با همون خط نوشتم. نگاه واقعی گرایانه تری به اطراف خودم پیدا کردم. بی تفاوت از کنار چیزی رد نشدم. عاشقانه نگاه کردم، عارفانه نگاه کردم و اندیشه کردم به هر آنچه که می دیدم، از گل تا انسان ها. کوشش اساسی شکیبا در این بوده که به نحوی نمادها و نشانه هایی از فرهنگ گذشته ما که به یه نحوی مربوط به یک دوران تاریخی میشه اونها رو در کار خودش بیاره و باز هم از گزند مینیاتورهایی که مغولی هستن یا تیموری هستن یا قاجاری هستند در امان مانده و سعی کرده که به یک نحوی به
تزیینات اون دوره به بناهای اون دوره و به نوع رزم افزار یا مسائل بزمی اونجا اشاره کنه. خب زمان برد تا من شاهنامه رو شروع بکنم. شاهنامه رو بی دلیل شروع نکردم، یا خیام رو دلایلی داشتم که اون زمان خیام رو کشیدم، یا حتی تاریخ رو. من هم رسیدم به این که اونجا کافی نیست، کمال الملک بازی کافی نیست، باید از کمال الملک عبور کرد، باید یک تفکر روز رو درش گنجوند. یعنی یه چشمت باید به غرب باشه، یه چشمت به شرق، یه ذهنت باید اون دورها نگاه کنه، یه ذهنت باید در خودت اندیشه کنه و جمع‌بندی اینها یک خلقی داشته باشی، انرژی داشته باشی که بعدها این انرژی به دیگری برسه. من به دنبال اون انرژی هم که بتونم اون انرژی رو در صفحه تابلوی خودم، بر بوم خودم، کاغذ خودم بگنجونم که فردای روز اگر کسی جوانی کنار تابلوی من قرار گرفت بعد از سالیان سال، انرژی که من در اون تابلو گذاشتم، چه ذهنی چه تکنیکی، او دریافت کنه. درود بر شما. وقتمون خیلی کوتاهه، در 3 دقیقه باید. آقا چطور شد به ایرانویج رسیدید؟ چطور ضبط شد؟ دهه 80 اینو کار کردم، سال 90 یه سری سازا رو ضبط کردم، بعد دیگه هر موقعی که بودجه می اومد بخش دیگه از سازا رو ضبط می‌کردم. مثلا 3 سال بعد کوبه‌ای رو ضبط کردیم. 4 سال پیش شروع کردیم با خواننده این رو به اصطلاح شروع کردیم که ضبط کردن. خلاصه بخوام بگم این که ما سال 90 اینو ضبط کردیم و الان سال 1404 به دست مردم رسیده. مردم بعد نیست همین قصه تلخ پشت کارها رو هم بدونن. این دور از انصافه که دوست نازنینم صادق چراغی در برنامه باشه. من نگم که ایشون سالهاست در رادیو بدون حاشیه دارن کار بسیار بسیار مهمی در مورد موسیقی انجام میدن. به ویژه در موسیقی نواحی بسیار تلاش کردن و داور بی سر و صدای خیلی از جشنواره‌ها بودن. آقا شما خدا عاقبت میگم. افتخار میکنم به همکار رسانه‌ای و محترمی مثل شما. خانم دکتر فریال آذری، دیدار شما برای من خیلی غنیمت بود. با نام شما و آثار شما آشنا بودم. خب شما بفرمایید سخنان پایانتون راجع به ایرانویج. توی این کاری که انجام دادیم، آقای چراغی اومد به من گفتش که میخوام یه کار نوعی توی این آلبوم انجام بدم، پیشنهادت چیه؟ و من پیشنهاد دادم که بیایم و اون تحقیقاتی که پشت زمینه این کار قرار دادیم رو یه بخشش رو وارد متن بکنیم. بنابراین متنی که شما الان توی شاهنامه میشنوین از شاهنامه خوانی ها ابیات انتخابیه، یعنی هیچ کدوم از این بیت ها پشت سر هم تو شاهنامه نیست. این خیلی مهمه بدونن. مطلب دوم اینه که سعی کردیم یه سری از اون متون کهن رو خوانش بکنیم توش که خب یه متن اوستایی و یک متن و چند تا متن پهلوی ساسانی رو توش خوندیم. اینها ریشه های اون چیزیه که فردوسی ازش سروده، البته که توش تلخیص داشته یه کمی به خاطر اینکه خب شرایطش خواندنش خوب باشه و به گوش شنونده آزاردهنده نیاد. با سپاس از شما که با مهربانی برنامه دستان رو تماشا میکنید. بسیار ممنونم خانم دکتر فریال آذری. دوست نازنینم صادق چراغی. پل ارتباطی رو فراموش نفرمایید. 30,072. تا درودی دیگر بدرود. ز دستان تو نشنیدی آن داستان که دارد بیاد از گه باستان. ببین این شگفتی که دهقان چه گفت بدان گه که بگشاد راز از نهفت.
بدانگه که بگشاد راز از نو ها شد بر جهان شهریار بر او سالیان انجمن شد هزار مران اژدها فش بیامد چو باد به ایران زمین تاج بر سر نهاد چو ضحاک شد بر جهان شهریار نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان ندانست خود جز بد آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن جز از کشتن و غارت و سوختن فریدون بدی شان سخن برگشاد که خرم زیده دلی ران و شاد کی از آن پاک از میان گروه برانگیخت ما را زلبرسو که گردون نگردد به جز بر بهی به ما بازگردد کلاه مهی جهان را نباید سپردن به بد که بر بد کنش بی گمان بد رسد از ایران پس برآمد ز ایران ایران خروش پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش ببستند گردان ایران میان به پیش اندرون اختر کاویان به پیش اندرون اختر کاویان از ایران دو داروان گو خروش فراوان ز هر شب فزون بود دوش به چنگ اندرون تیغ‌های بنفش جهان دو شده سرخ و زرد و بنفش به پیش اندرون کاویانی درفش
زدانا تو نشنیدی آن داستان که برگوید از گفته باستان که گرد و برادر نهد پشت پشت تن کورا خاک ماند به مشت. به خنجر دل دشمنان بشکنیم وگر کوه باشد